بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. من شاه آرات هستم. امروز میخوام مود TNT ها رو براتون معرفی کنم. ببین، اگه میخوای مود رو داشته باشی میتونی از کانال روبیکای من این مود را دانلود کنی. خیلی هم آسونه کانالش رو پیدا کنی. فقط میای توی روبیکا و مینویسی شاه آرات. بعد این پیجم هست. این حالا اینو میزنی، میایم اینجا، این اولیه رو انتخاب میکنی. حالا این اولیه رو انتخاب کردیم، میزنی و ماینکرافتمون رو باز میکنیم. حالا این مودو برامون میاره. خب حالا من عقب نصبش کردم. بفرمایید اینه، ببینید. اینو میزنیم و میایم این قسمت میایم دیگه باش کاری نداریم. میایم توی بخش چیز، همه این دکمه های اینجا رو روشن میکنیم و میایم روی اینو بعد اینو روشن میکنیم. حالا کریپتینگ میکنیم و دوینامونو میبریم. حالا بعد از اینکه دوینامون اومد میایم اینجا، میایم اینجا. بعد اینا رو اینا رو برمیداریم. مثلا هر TNT که دلتون خواست میتونیم بزنیم. مثلا من دوست دارم اینو بزنم. ببینم ببین، مثلا اینجوری. مثلا من اینو میزنم. این مثلا میشه. خب مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. بعد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین، ویدیو منو لایک کنین، چنلم کنین، زنگوله‌ام بزنین، کامنت هم بذارین. توی ویدیوی بعد خدا نگهدار.